президент 64 ساله ترکمنستان قربانگلی بردمحمدوف روز 11 فوریه در جلسه غیر نوبتی خلق مصلحتی مجلس بالای پارلمان کشورش که به 15 سالگی پرزیدنتی او اختصاص یافته بود گفت خسته شده است و میخواد از این مقام کنار رفته راه را برای جوانان بکشاید. ولی بردمحمدوف تاکید کرد که از رهبری پورا نمی رود. من به سن پیامبر رسیدم و به عقیده آمدم که در این مرحله رشد کشور باید راه اداره دولت را برای رهبران جوان بکشایم. من میخواهم تجربه سیاسی خود را در آینده همچون رئیس خلق مصلحتی استفاده برم، گفت بردمحمدوف به وکیلان و میمانان اجلاسهای پارلمان که همگی راست ایستاده هر یک گفته او را با قلم در دفترهایشان یادداشت میکردند. قربانگلی بردمحمدوف دکتر دندان و سابق وزیر تندرستی ترکمنستان در اول سال 2007 در پی درگذشت سفرمراد نیازوف ملقب ترکمنباشی که از سال 1986 رهبری این جمهوری سرشار از منابع نفت و گاز آسیای مرکزی بود به قدرت رسید. سال 2007 بردمحمدوف با برگزاری یک انتخابات دیگر زمان ریاستش را تا سال 2024 تمدید کرده بود. ناظران غربی تا کنون یگان انتخابات دایر شده در ترکمنستان را جوابگوی معیارهای حداقل یک انتخابات دموکراتی اعتراف نکردند. روز 12 فوریه الکی یک روز بعد از اعلان عزم بردمحمدوف برای رفتن از مقام پرزیدنتی کمیسیه مرکزی انتخاباتی ترکمنستان اعلان کرد که انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی الکی روز 12 مارس دایر می شود. بازرگان غرایف سخنگوی این نهاد به خبرگزاری فرانس پرس گفت پرزیدنت به ما دستور داد که به انتخابات پیش از مهلت در سانحه 12 مارس تیار بینند. ناظران بر این باورند که به انتخابات ترکمنستان یگان نامزد مخالفین را راه نخواهند داد و به احتمال غالب قربانگل بردمحمدوف کرسی پرزیدنتیش را به پسر خودش سردار بردمحمدوف می سپارد. سردار که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید وقتی پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد که ایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزند و او در یک مدت کوتاه در چندین منصب کلیدی نشسته. ماه فوریه سال 2021 معاون سروزیر ترکمنستان تعیین شد. عملا در فاصله همگی یک قدم تا رسیدن به کرسی پدرش قرار دارد. بعد آنکه در قزاقستان پرزیدنت کنونیش قاسم جمال توقیف با استفاده از اعتراضهای خونین ماه ینور برخلاف تهدیدات قبلیش پرزیدنت سابق نورسلطان نظربایف و اهل عائله و آدمان او را از قدرت بیرون انداخت. در ترکمنستان و همچنین در تاجیکستان دیگر کسی در فکر به یگان نفر موقتا باور کردن کرسی پرزیدنت نیست و چنین به نظر می رسد که در بیرون از این قلمرو نیز یگان حاکم خودکامه ریسک کند و کرسی خود را حتی موقتا به یگان بیگانه باور کند. قربانگلی بردمحمدوف همچون پرزیدنت بیشتر با عملهای عجیب و غریبش مثل پیانین و گیتار نواختن و با نبیره های سرودهای ایجاد کرده خودش را خواند، مشق ورزش در تالار فیتنسش و یا به سربازان نیروهای ویژه یا دادن تیرپرانی و کارت پرتویی در یادها باقی مانده است. بردمحمدوف در حال ترک مقام پرزیدنتی میکند که بنا به خلاصه نچندان گوارای رادیوی ازاتلیک از 15 سال پرزیدنتیش با وجود منابع سرشار طبیعی به سبب رهبری بد بردمحمدوف که 15 سال باز اساساً به پرستش شخص خود مشغول بود، ترکمنستان طی 5 سال اخیر در حال بحران خیلی وزنین اقتصادی قرار دارد. این بحران همراه با افزایش پیوسته نرخ‌ها در سالهای اخیر تا چند مرتبه بالا رفتن جریان دارد.